در شهر استرافشان راننده مامور شریپوف با اون ابدور می شود که از اطاعت به طلبات ناظر بدعه سرکشی کرده برعکس ماشینش رو بالای ناظر رو رانده است و او را دیده و دانسته برقصدانه پخش کرده است. طوری اکبر شریفی سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت در نشر نوبتی برنامه میلیتیا خبر میکرد گزارش داد که این حادثه در عرفه سال نو صبح 28 دکبر سال 2022 تخمین ساعت 9:30 رخ داده است. بنا به اطلاع رسمی راننده ماشین تمغه اوپل استرا رقم قید دولتیش 5565 AK02 شریپوف مامور اکبارویچ سال تولدش 1987 ساکن دهه ووگات در کنار شهر استرافشان هنگام حرکت در خیابان اسماعیل سامونی در نزد بازار مرکزی استرافشان که یکی از جایهای سیر ماشین و از مکانهای پیوسته تنبشوی به شمار می رود ماشینش را در یک جای ممنوع نگاه داشته است. ناظر کلان شوبچه بدهه شهر استرافشان لیتنانت احسان مویدینوف از مامور شریپوف طلب کرده است که حجت‌هایش را برای پر کردن پروتکل درباره ویران کردن قاعده‌های را به او بدهد، ولی راننده از دادن حجت رانندگیش سرکشی کرده کوشش کرده است که از جای حادثه فرار کند. در ثبت ویدیو کامراهای نظارتی دیده می شود که راننده ناظر ملیسا را که در سر راهش ایستاده بود با ماشین پخش کرده سپس از آنجا فرار می کند. در نتیجه پای کارمند بدیه شکسته او جراحت جسمانی برداشته است. عبدالحفیظ عوض‌مراد یاردمچی پروکورور شهر استرافشان گفت در داستان این شهر نسبت به مامور شریپوف بر اساس قسم دوم ماده 328 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایتی گشودند. به او بر اساس این بند قانون همچون جزا محدود کردن اساس‌زادی به مهلتی از 2 تا 5 سال تعدیل می‌کند. مامور شریپوف اولو در حبس پیشکی قرار دارد.